ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر ز جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. امام ابن کثیر رحمه الله در تالیف خود البدایه و النهایه یک قصه عبرتناک از تاریخ اندلس آورده است که قابل ذکر است. در دوران حکومت عبدالرحمن ناصر، اولین خلیفه اموی ها در اندلس، قحطسالی همه جا را فرا گرفت. خلیفه شخصی را به سوی قاضی منذر ابن سعید روانه کرد تا با مردم نماز طلب باران برگزار کند. وقتی پیام خلیفه به قاضی رسید، ایشان خطاب به نماینده فرمودند: بگو خود خلیفه چی میکند؟ نماینده گفت: او را خاشعتر و فروتنتر از امروز ندیدم. لباس درشت بر تن کرده و در خلوت خیش با گریه و زاری شدید مشغول دعاست و میگوید: خدایا، همه چیزی من در قبضه تو قرار دارد، به خاطر من بندگانت را عذاب مده. قاضی فرمود: الله اکبر، به خدا سوگند از آسمان برایتان باران میبارد. هرگاه جبار زمین فروتن شود، جبار آسمان به رحم می آید. سبحان الله. سپس به غلامش گفت: برای ادای نماز طلب باران، یعنی نماز استسقا، ندا بزن و چترم را برایم بیاور. مردم همه جمع شدند و قاضی بر بالای منبر برآمد. مردم همه مشتاق شنیدن سخنان قاضی منذر ابن سعید بودند. قاضی سخنان خود را با این آیه کریمه آغاز فرمود: استعیذ بالله، سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة انه من عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. یعنی سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده که هر کس از شما از روی نادانی کاری بد مرتکب شود، سپس بعد از آن توبه و درست کاری کند، البته او آمرزنده مهربان است. سوره انعام آیت 54. چندین بار این آیه را تکرار کرد. مردم با شنیدن این آیت لرزه بر اندامشان افتاد و به گریه افتادند و صدای ناله و فغان همه جا را فرا گرفت. غرق در گریه و زاری و توبه و انابت بودند که این هنگام ابرهای زیاد آسمان را فرا گرفت و باران شدید به باریدن آغاز نمود. متى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر لمتى نتقاعس قولوا من يمنع زحف المنكر مات الإحساس فصرنا من غير فؤاد يذكر نبصر إخوانا غرقا فنمر كمن لا يبصر فلنأمر بالله